Hey everybody, welcome to another session of Grammar in 10 minutes with me, Hamza Aghaei, and in this session we are going to learn about when and if. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه گرامر توی 10 دقیقه با من حمزه آقایی. و توی این جلسه می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری از when و if استفاده کنیم. خیلی ساده است، البته ساده شده چون گرامرهای قبلی رو یاد گرفتیم. و همین دیگه، لایک و شیر و سیو و اینا یادتون نره حتما به دوستاتون بفرستید که اونا هم لذت ببرن از این آموزش‌ها. و اینکه همین استوریای آموزشی هر روز رو از دست ندید. استوریا خیلی مهمن و برای مشاوره و تنظیم هم میتونید حتما بهمون پیام بدید. Let's dive in. خب اولا اینکه if، خب همونطور که میدونید، شاید بدونید، به معنای اگره. when علاوه بر این که یه کلمه پرسشیه و معنی کی یا چه وقتی میده، میتونه معنی زمانی که هم بده یا وقتی که و سوالی نباشه. مثلا میخوام بگم که وقتی که سرما میخورم میرم دکتر، که این سوالی نیست. و همین به همین سادگی finished. بریم چند تا مثال نگاه کنیم. What do you do؟ چی کار میکنی when or if، اگر یا وقتی که فرقی نمیکنه، تقریبا معنیاشون خیلی نزدیک همه. یعنی شما میتونی if بیاری یا when بیاری. چی کار میکنی وقتی که when you have a cold، وقتی سرما میخوری. این چه سوال مسخره ایه؟ سرما میخورم استراحت میکنم دیگه، تمام. حالا نکته که وجود داره اینه که فرقی نمیکنه این جمله if یا جمله when، یعنی when you have a cold یا if you have a cold، میتونه اول جمله هم بیاد. یعنی میتونم بگم when you have a cold what do you do، یا if you have a cold what do you do، یعنی what do you do رو بیارم قسمت دوم جمله. فرقی نمیکنه، پس میتونه اول جمله بیاد، میتونه وسط جمله بیاد. مثلا اینجا ناخوین مثالش رو بردم. If I get my salary، اگه حقوقم بگیرم، یا when I get my salary، وقتی حقوقم بگیرم، I will buy a phone، یه گوشی میخرم. یا what do you do when یا if you like a girl، اگه یه دختری رو دوست داشته باشی، اگر یه دختر، یعنی وقتی یه دختری رو دوست داشته باشی چی کار میکنی؟ با این قیمت ها فقط نگاه میکنم، هزینه ها بالاست و بهتر فقط نگاه کنید. This is my advice، این نصیحت منه. I borrow some money when یا if I don't have any، پول قرض میگیرم وقتی یا اگر نداشته باشم. That's it. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. Finish. حالا شما جواب این سوالی که میگم و یکم سوال controversial، یه چالشیه، توی کامنت ها برام بنویسید. What do you do if you see your boyfriend or your girlfriend with another person؟ What do you do if you see your boyfriend or your girlfriend dating another person؟ چیکار میکنید اگر پارتنرتون رو، دوست دختر دوست پسرتون رو با یه نفر دیگه در حال دیت کردن ببینید؟ جوابا یعنی دیدن داره. Write it down in the comments، توی کامنت برام بنویسید. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. درس آسونی بود ولی کاربردی. Finished. برای مشاوره رایگان و تلفنی و تعیین سطح همینطور میتونید بهمون پیام بدید. تمام توضیحات راجع به دوره آفلاین یا نیم آفلاین توی هایلایت ها هست، نتایج، رضایت ها و همه چی. و فقط کافیه یه سر به هایلایت هامون بزنید و استوریای روزانه رو از دست ندید.